سلام، امروز اومدم با آموزش یه پاستای خیلی خوشمزه و متفاوت. پاستای پیاز و پنیر. 3 یا 4 تا پیاز رو درشت خرد میکنیم، میریزیم توی ظرفی. سیرم از وسط نصف میکنیم و میذاریم. روش روغن زیتون میریزیم. یه بسته پنیر خامه‌ای ویلی هم میریزیم و بعدش هم گوجه های خشک رو روش میچینیم. و سرکه بالزامیک. در آخر ادویه ها. فویل رو روش میذاریم و میذاریمش داخل فر 180 درجه 20 دقیقه. تا موادمون آماده شه پاستاهامون رو آبکش میکنیم و میریزیم توی ظرف. خب موادمون آماده شده. سیر رو قشنگ از تو پوستش در میاریم و مواد با هم مخلوط میکنیم. آویشم میریزیم و سس بالزامیک. الان دیگه باید مواد رو با هم دیگه مخلوطش کنیم. میریزیم روی پاستاهامون رو قشنگ و خوب با هم مخلوط میکنیم. دیگه پاستامون آماده است. امیدوارم که درست کنین و خوشتون بیاد. یه پاستای کاملا گیاهی و خوشمزه و متفاوت.